چرا اینقدر ماشین تو کشور ما گرونه؟ چطور موافق خودرو نمیذاره مردم ایران از ماشین‌های با کیفیت استفاده کنن؟ چرا کیفیت ماشین‌های ایرانی با پولی که براش میدیم نمیخونه؟ آیا قیمت ماشین با توجه به حداقل حقوق قابل دفاعه؟ توی اولین پرونده از رادیکال اقتصاد سعی می‌کنیم به این سوال‌ها جواب بدیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عباس قدیری ام و در خدمتتونم با اولین قسمت از برنامه رادیکال اقتصاد. بیراه نیست اگر بگیم مسئله خودرو یکی از چند مسئله اصلی مردمه. چیزی که موضوع ماشین رو به نظر من پیچیده‌تر از خیلی از مسائل اقتصادی دیگه کرده، تأثیر این صنعت روی بقیه بخش‌های اقتصاده. از فولاد و انرژی گرفته تا الکترونیک، رنگ و پلاستیک. همینطور تأثیرش روی اشتغال و تراز تجاری کشور. به خاطر همین گستردگی قراره توی چند قسمت به مسئله صنعت خودرو بپردازیم. فصل اول این پرونده درباره قیمت خودروه و توی همین قسمت اول قرار قیمت ماشین‌های نو در ایران و جهان رو با هم مقایسه کنیم. برای اینکه بحث دقیق‌تر پیش بره، چند کشور خاص رو هم انتخاب کردیم تا موردی بررسیشون کنیم. در قسمت‌های بعدی این فصل می‌ریم سراغ قیمت ماشین‌های دست دوم، تعرفه‌ها و ابزارهای قیمتی دیگه. در فصل‌های بعدی هم سراغ عرضه و تقاضای خودرو، ذی‌نفع‌ها و بازیگران اصلی صنعت میریم و در نهایت تو فصل آخر راهکارهای پیشنهادی خودمون و تأثیراتشون رو روی وضعیت صنعت خودرو بررسی میکنیم. بریم برای ورود به بحث اصلی این قسمت. چرا خودرو در ایران انقدر گرونه؟ جواب بسته به اینکه منظورمون از قیمت خودرو چی باشه متفاوته. داریم راجع به خودروهای ساخت داخل صحبت میکنیم یا خودروهای وارداتی؟ داریم راجع به خودروهای نو صحبت میکنیم یا مستعمل؟ داریم راجع به قیمت کارخونه صحبت میکنیم یا قیمت بازار؟ تمرکزمون در این قسمت بر روی خودروهای ساخت داخل با قیمت روی جاده یا آن رود خواهد بود، یعنی قیمت نهایی خودروهایی که کارخونه مستقیم به دست اولی مالکینش میرسونه. این قیمت شامل هزینه‌های مثل ارزش افزوده، هزینه بیمه شخص سادس و هزینه شماره گذاری و سایر هزینه‌ای هست که در نهایت مشتری برای تحویل خودرو از کارخونه پرداخت میکنه. برای اینکه تصویر بهتری از میزان گران بودن خودرو در ایران داشته باشیم، نیاز به یک معیار جهت مقایسه داریم. اما معیار مقایسهمون چی میتونه باشه؟ مثلا میتونیم قیمت پراید رو با لامبورگینی مقایسه کنیم و بعد نتیجه بگیریم که همچین هم خودرو تو ایران گرون نیست. معیار پیشنهادی ما در رادیکال اقتصاد ارزونترین خودروی با ظرفیت حداقل 4 سرنشین با جعبه دنده دستی و خودکاره. پس کاری که می‌کنیم اینه که با هم ارزونترین خودروهای ساخت ایران با ظرفیت حداقل 4 سرنشین رو با ارزونترین خودروهای چند کشور انتخابی بررسی می‌کنیم. البته جهت یادآوری قیمت روی جادهشون. از قیمت محصولات کشور خودمون شروع می‌کنیم و برای پخش نشدن بحث فعلا ایران خودرو و سایپا رو زیر ذره‌بین خودمون میبریم. در بین محصولات این دو خودروساز داخلی قیمت ارزونترین مدل دستی، ارزونترین مدل خودکار و در کنار این دو مدلی که خدمتتون گفتم برای مقدمه قسمت‌های بعدیمون دو انتخاب دیگه هم خواهیم داشت. یک مدل با کیفیت‌تر از نظر خودم و قاعدتاً گرونتر همراه با ارزونترین خودروی خارجی مونتاژی. خب یک نگاه اجمالی به قیمت روی جاده محصولات ایران خودرو و سایپا بندازیم. این فهرست قیمت‌های منتشر شده در تارنمای شرکت ایران خودرو در مرداد 1404. همونطور که ملاحظه می‌کنید با دو قیمت مواجه هستیم. بهای کارخونه و قیمت مصرف کننده یا همون روی جاده. مبلغی که دست خودروساز رو میگیره میشه بهای کارخونه که وقتی هزینه‌های ارزش افزوده بیمه شخص سادس سال اول به اضافه هزینه پلاک رو بهش اضافه بکنید میشه قیمت مصرف کننده و ملاک ما برای مقایسه همین قیمت مصرف کننده است. حالا فرق قیمت مصرف کننده با قیمت بازار چیه؟ قیمت مصرف کننده یا روی جاده هزینه نهایی که شما برای خرید از کارخونه پرداخت می‌کنی تا بتونی سوار ماشین شی و بزنی به جاده. از این مبلغی که شما هزینه می‌کنی یک بخشش به کارخونه خودروساز میرسه که بهش میگن بهای کارخونه یا پایه. یک بخش دیگهش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص سادس و هزینه پلاک و امثال همه که شما به کارخونه پرداخت می‌کنی ولی در حقیقت کارخونه مبلغ رو نیابتاً از شما دریافت کرده و به متولی‌های هر کدوم میرسونه، یعنی به اداره مالیات و شرکت بیمه و پلیس راهنمایی و رانندگی. حالا منظورمون از قیمت بازار چیه؟
شما اگه الان اراده کنی که خودرو بخری نمیتونی یکی دو روزه از کارخونه خودرو تحویل بگیری. یک حداقل زمانی براش تعیین شده، مثلا 2 هفته یا 2 ماه، که تو کشور ما بعضاً چند سال هم زمان میبره. تازه اگر در قرعه کشی‌های با شانس بسیار پایین برنده شده باشی. اما از فردی که قبلا این فرایند رو طی کرده و خودرو سندش دستش هست، میتونی به قیمتی بخری که به اون قیمت بازار میگیم. قاعدتاً اگر صف خرید و معطلی برای خرید وجود نداشته باشه و امروز بتونی از کارخونه بخری، قیمت بازار با قیمت کارخونه یکی میشه. به جدول قیمت‌ها برگردیم. در بخش ارزان‌ترین مدل دستی خودروی پژو 207 با موتور تیو3 رو داریم. در بخش ارزان‌ترین خودروی اتومات پژو 207 سقف‌فلزی اتوماتیک رو داریم و خودروی انتخابی من هم تار اتوماتیک ویچاره. نماینده ایران خودرو در بخش ارزان‌ترین تولیدات منتاجی هم هایمای S5 خواهد بود. از سمت سایپا چطور؟ یک نگاه به جدول قیمت‌ها بندازیم. اینجا کویک S ارزان‌ترین خودروی با 4 سرنشین با جعبه دنده دستی این خودروسازه. در بخش ارزان‌ترین خودروی خودکار، هرچند این عنوان به کویک پلاس با گیربکس خودکار تعلق میگیره و هرچند ملاک انتخاب ما قرار شد ارزان‌ترین مدل بر اساس قیمت مصرف کننده که کارخونه اعلام میکنه باشه، اما از اونجایی که در آینده نچندان دور در این برنامه با قیمت بازار هم سر و کار داریم و قیمت بازاری کویک S در تارنمای ایران جیپ به عنوان مرجع استعلامی ما درج نشده بود، نماینده دیگری رو یعنی ساینا اس خودکار رو انتخاب میکنیم که با اختلاف قیمتی نسبتاً کم در جایگاه دومین ارزان‌ترین خودروی خودکار در سبد محصولات سایپا قرار داره. خودروی انتخابی من هم از این سبد شاهین خودکار پلاسه. در سبد محصولات سایپا خبری از محصولات منتاجی نیست و طبیعتاً گزینه‌ای هم نخواهیم داشت. پس فهرست خودروهای منتخب ما برای بررسی به این صورت خواهد بود: و قیمت‌هاشون به این صورت و به صورت دلاری با دلار 99 تومانی زمان انجام این تحقیق در 26 شهریور به این صورت. برای درک بهتر قیمت خودرو و پرهیز از نگاه مقطعی به قیمت خودروی داخلی، یک بار هم بر اساس دلار 85,000 تومانی پیش از جهش اخیر دلار قیمت خودروها رو حساب می‌کنیم تا اثر کاهش قیمت دلاری ناشی از گرون شدن دلار رو خنثی کنیم. حالا ارزان‌ترین خودروهای خارجی کدوم خودرو هستند و چقدر قیمت دارند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ برای رسیدن به جواب از هوش مصنوعی کمک گرفتم و برای اینکه فرآیندی که طی کردم برای شما هم قابل تکرار و قابل راستی آزمایی باشه، سوال رو با هم مرور می‌کنیم. ارزان‌ترین خودروهای دستی و خودکار رو در کشور انتخاب شده فهرست کن. مطمئن شو که ماشین‌های انتخابی حداقل برای 4 سرنشین هستند و در سال 2025 کماکان تولید میشن. قید حداقل 4 سرنشین ماشین‌های کوچیک با 2 سرنشین رو حذف میکنه و تاکید بر تولید 2025 خودروهای عهد بوق رو که دیگه تولید نمیشدند و نمیشد با قیمت‌های الان خودروسازهای داخلی مقایسه کرد رو حذف میکنه. خودرویی که شاید به دلیل اینکه برای خودروساز صرف نداشته یا جذابیت در بازار نداشته تولیدشون متوقف شده. همونطور که پیشتر هم گفتیم، کشور انتخابی اول که خودروهای ارزونش رو بررسی می‌کنیم کشور فرانسه است. کشوری که صنعت خودروسازی ما با شرکت‌های خودروسازیش مثل پژو و رنو ارتباطات گسترده‌ای داشته و برخی از محصولاتش کماکان در کشور به وفور یافت میشه و هنوز هم علیرغم ترک بازار ایران به خاطر تحریم‌ها برخی از این محصولات تولید میشه. برای پرانتزی که در این برنامه خواهیم داشت، ارزان‌ترین خودروی برقی فرانسه رو هم بررسی کردیم. اما پاسخ سوال برای کشور فرانسه: ارزان‌ترین خودروهای دستی، اتومات و برقی در کشور فرانسه همگی متعلق به خودروسازی داچیا است. داچیا ساندرو اسنشال به عنوان ارزان‌ترین خودروی دستی، داچیا ساندرو جرنی با جعبه دنده خودکار به عنوان ارزان‌ترین خودروی با جعبه دنده اتومات و داچیا ساندرو اسپرینگ ارزان‌ترین خودروی برقی کشور فرانسه است. این شرکت از این مجموعه رنوی فرانسه است که محصول ساندروی بازار کشورمون هم از همین ساندرو گرفته شده. اما قیمتاشون همونطور که مشاهده میشه قیمت‌ها به یورو درج شده و با نرخ تبدیل یورو به دلار قیمت‌های دلاری به این صورت خواهد بود.
15337 دلار ارزان‌ترین خودروی دستی فرانسه، 22236 دلار ارزان‌ترین خودروی اتومات فرانسه و 19651 دلار ارزان‌ترین خودروی برقی کشور فرانسه هست. تازه این قیمت‌های TTC یا تو تکس کمپریسه، یعنی فقط مالیات ها رو شامل میشه و هزینه‌هایی مثل بیمه شخص سادس رو که خودش مبلغ قابل توجهیه و چیزی حدود حداقل 400 یورو هست باید به این اعداد اضافه بشه. یک مشکل کوچیک و قابل چشم پوشی پیش اومد و اون اینکه ارزان‌ترین خودروهای بازار فرانسه با اختلاف گرانتر از خودروهای ایرانی اند. اما این دلیل نمیشه که ضبط این برنامه رو متوقف کنیم. چرا؟ چون با 4 تا عدد هرچند با این اختلاف فاحش نمیشه گفت خودروهای ایرانی گرون نیستند. چرا؟ چون مگه اصلا میشه کیفیت ساندرو اسنشال رو با 207 دستی و کویک اس مقایسه کرد؟ برای اینکه متوجه خنده‌دار بودن این قیاس بشید مجبوریم کمی وارد مسائل فنی بشیم تا نشون بدیم که اگرچه خودروهای فرانسوی قیمت بالاتری دارند ولی از نظر فنی و امکانات و کیفیت اونقدر تفاوت زیاده که این اختلاف قیمت فاحش توش گمه. ارزان‌ترین خودروهای با جعبه دنده دستی رو با هم مقایسه کنیم. از نظر وضعیت موتوری همونطور که مشاهده می‌کنید وضعیت خودروی فرانسوی به مراتب بهتره، حداکثر توان بیشتر علیرغم حجم موتور کمتر، حداکثر گشت‌آور قابل توجه بیشتر، مصرف سوخت پایین‌تر، همگی از مزیت‌های موتوری این خودرو هست. از نظر ایمنی چطور؟ وضعیت ایمنی خودروهای ایرانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی به دلیل تحریم یا عدم اراده و ترس از نتایج مشخص نیست. و داچه اسنشال حقیقتا در بخش ایمنی چند سر و گردن از نماینده‌های ایران در وزن جعبه دنده دستی بالاتره. مثلا علاوه بر 2 کیسه هوایی سرنشینی جلوی 207 خودروی فرانسوی برای سرنشینان عقب و همینطور 2 کیسه هوایی پرده‌ای در جانب‌های خودرو تعبیه کرده. سنسور تشخیص خستگی راننده، سامانه رانندگی بین خطوط، سامانه ترمز اضطراری، سامانه تشخیص علائم راهنمای رانندگی جزو مزیت‌های داچه اسنشاله. از اون طرف دوربین عقب، چراغ مهشکن جلو، آینه بغل با چراغ راهنما مزیت‌های 207 در بخش ایمنی نسبت به داچه اسنشاله. وضعیت ایمنی کویک اس هم از داچه ساندرو اسنشال و هم از 207 بدتره. تنها مزیتی که نسبت به ساندرو اسنشال داره دوربین عقب و آینه بغل با چراغ راهنماه. از نظر امکانات رفاهی چطور؟ همونطور که مشاهده می‌کنید مطابق جدول خودروهای ایرانی وضعیت بهتری رو نسبت به خودروی فرانسوی دارن. اما آیا این مابه و تفاوت قدرت موتور، امکانات ایمنی بیشتر و فقدان کلی از امکانات رفاهی ساندرو اسنشال در مقایسه با 207 به اندازه کل قیمت یک 207 دیگه میارزه یا بیش از 2 برابر یک کویک؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم ارزان‌ترین خودروهای با جعبه دنده خودکار رو هم با هم مقایسه کنیم. 207 خودکار به نمایندگی از ایران خودرو، ساینا اس خودکار به نمایندگی از سایپا و ساندرو اسنشال جرنی با جعبه دنده اتومات به نمایندگی از خودروسازان فرانسوی. مجددا از وضعیت موتور شروع کنیم. همونطور که ملاحظه می‌کنید علیرغم بهبودی که در موتور 207 اتومات نسبت به 207 تیو 3 رخ داده، کماکان نماینده فرانسوی از وضعیت موتوری بهتری نسبت به خودروسازهای داخلی به خصوص در بخش حداکثر گشت‌آور و مصرف سوخت داره. در حوزه ایمنی مجددا با بسته جامعی از موارد ایمنی خودروی فرانسوی مجهز شده. در بحث امکانات رفاهی علیرغم بهبودی که خودروی فرانسوی در بخش خودروهای اتومات پیدا کرده، کماکان کاستی‌هایی در این بخش مشاهده میشه از جمله فقدان لاستیک زاپاس که مجددا باید 200 یورو بابت اون پرداخت بکنید به صورت جداگونه و مواردی که مطابق جدول دارید ملاحظه میکنید سامانه ضد سرقت نداره و در بسیاری از موارد دیگه از نظر امکانات رفاهی نسبت به رقبای ایرانی خودش سرتره. یک نگاه مجدد به قیمت‌ها داشته باشیم.
مدل پایه ساندرو جرنی خودکار 22093 دلار، 207 خودکار سقف فلزی با دلار 85000 تومانی 11282 دلار، یعنی 200 دلار بیشتر از نصف قیمت هماورد فرانسوی خودش و با دلار 99000 تومانی 9686 دلار، یعنی 1300 دلار کمتر از نصف قیمت هماورد فرانسوی خودش قیمت داره. سان اس خودکار هم با دلار 85000 تومانی 6691 دلار، یعنی نزدیک 700 دلار کمتر از یک سوم قیمت هماورد فرانسوی خودش و با دلار 99000 تومانی 5745 دلار، یعنی نزدیک 1600 دلار ارزونتر از یک سوم قیمت هماورد فرانسوی خودش قیمت داره که اختلاف بسیار قابل توجهی هست. از اونجایی که از نظر موتور و ایمنی و امکانات اختلاف قابل توجهی بین سه خودروی بررسی شده وجود داشت، وقتشه که یک مقایسه هم بین ساندرو جرنی با منتخبین رادیکال اقتصاد یعنی پرچمداران محصولات ایران خودرو و سایپا یعنی تارا، وی4 و شاهین اتوماتیک پلاس داشته باشیم تا اونها رو هم از نظر قیمتی و کیفی با رقیب فرانسوی خودشون مقایسه کنیم. از نظر موتوری خودروی 3 سیلندر فرانسوی کماکان به نظر من علیرغم افت نسبی شاخص قدرت به خاطر کیفیت بیشتر و مصرف سوخت پایینتر خودروی بهتری حساب میشه. از نظر ایمنی همونطور که ملاحظه میکنید وضعیت بهتری رو خودروهای منتخب رادیکال اقتصاد نسبت به ارزونترین خودروهای ایرانی دارن، اما کماکان با اختلاف خودروی فرانسوی وضعیت بهتری رو نسبت به نماینده های رادیکال اقتصاد داره. در حوزه امکانات رفاهی اما هر دو خودروساز ایرانی جلوتر از نماینده فرانسه هستند، از جمله سامانه ضد سرقت، تنظیم برقی صندلی‌های جلو که در شاهین اتومات پلاس فقط مختص راننده هست و یا تجهیز شاهین اتومات پلاس به صندلی‌های چرمی که اینها واقعا از نظر قیمتی روی قیمت نهایی اثرگذار هستند. این کاهش اختلاف کیفی تارا وی4 با رقیب فرانسویش نسبت به 207 خودکار با افزایش قیمت نزدیک 1500 دلار حاصل شده و با صرف نزدیک 4000 دلار بیشتر از ساینا اس خودکار به ماشین پر امکانات شاهین پلاس خودکار رسیدیم. باز یک مقایسه قیمتی داشته باشیم. تارا خودکار وی4 تقریبا نصف اسنشال جرنی خودکار قیمت داره و شاهین خودکار پلاس از نصف اسنشال جرنی 1200 دلار ارزون تره. 1200 دلار یعنی تقریبا فاصله قیمتی 207 خودکار با تارا وی4. یک نگاهی به تفاوت تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی این دو خودرو بندازیم. موتورهای هر دو خودرو یکیه و تارا سنگین‌تر شده، علیرغم این مصرف سوخت مقدار کمی کاهش داشته. در بخش ایمنی اضافه شدن 2 کیسه هوای جانبی به تارا رو داریم و همینطور دسته به امکانات تارا اضافه شده و همه اینها با اختلاف 1200 دلاری. فکر میکنید با اختلاف 11000 دلاری تارا وی4 با اسنشال جرنی خودکار و یا اختلاف بیش از 12000 دلاری شاهین پلاس خودکار بشه چه ارتقاهایی رو رقم زد؟ اینجور که معلومه خودروهای ایرانی نه تنها در مقابل هماوردهای فرانسویشون گرون نیستند، بلکه برعکس حتی به افزایش قیمت‌های اخیر باز بسیار ارزان‌تر هستند. اما یا اصلا چنین مقایسه‌ای بین خودروهای ایرانی با خودروهای فرانسوی صحیح است؟ از چند جنبه میشه به این مقایسه ایراد گرفت. اینکه ملاک گرفتن قیمت کارخونه خودروهای ساخت داخل وقتی عملاً امکان خرید فوریش از کارخونه وجود نداره و باید صبر کرد تا در طرح فروش در صف قرعه کشی قرار بگیری، چه شباهتی به خرید 2 هفته‌ای از کارخونه‌های فرانسوی داره؟ 2. ویژگی‌های مقایسه شده بازتاب دهنده کیفیت هم هستن. مثلا چند درصد از محصولات خودروسازهای داخلی قبل از 5000 تا به دلیل ایرادات ساخت به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند و چند درصد محصولات فرانسوی. جنس پلاستیکی به کار رفته در دو خودرو یکیه و یک قیمته. این تفاوت‌ها رو چه شکلی میشه قیمتی بیان کرد؟ و 3. نکته‌ای که نادیده گرفته شده و نمیشه هنوز گفت که خودرو ایرانی گرون نیست، چرا که گرون بودن خودرو در فرانسه متناسب با حداقل دستمزد در اونجاست و خودرو در ایران باید متناسب با حداقل دستمزد در ایران باشه. فعلا ایراد اول رو نادیده میگیریم. در رابطه با ایراد دوم سعی کردیم کمی با مقایسه کیفی ارزان‌ترین خودرو ایرانی با پرچمداران خودروسازهای داخلی نشون بدیم افزایش کیفیت نشدنی نیست و فاصله قیمتی با رقیب خارجی به نظر بیشتر از فاصله کیفی هست. اما یک مقدار ایراد سوم رو دقیق‌تر بررسی کنیم.
با وضعیت دلار 99000 تومانی فعلی حداقل حقوق در ایران حدود $130 میشه که ازش 7% هم بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارگر باید کم کنیم که میشه $125. در فرانسه اوضاع چطور هست؟ حداقل حقوق ماهیانه قبل از کسورات برابر با 1800 یوروه که میشه $2100. اگر کسوراتش رو هم کم کنیم میشه چیزی حدود $1670 که بیش از 10 برابر حداقل حقوق در ایرانه. مثل اینکه فرانسه از ابتدا کشور خوبی برای مقایسه با ایران نبوده. اینجاست که بررسی بازار هند میپردازیم. کشوری با خودروهای ارزون تولید مشترک با سوزوکی با 5 ستاره ایمنی. در هند حداقل حقوق چقدره؟ چیزی نزدیک 5500 روپیه هند که برابر با $65 آمریکا میشه. یعنی تقریبا نصف ایران. به نظر میاد هند کشور مناسبی برای مقایسه قیمت خودرو با ایران باشه. کانال رو دنبال کنید که قسمت بعد داستان رو از هند شروع خواهیم کرد. اگر نکته‌ای در رابطه با مباحث مطرح شده در این قسمت هم دارید، از طریق حساب من در ایکس و کانال تلگرامی میتونید نکته نظراتتون رو به من انتقال بدید. با ما همراه باشید.